به دورانی سوم اسفند را گرامی می‌داریم که تحت رهبری‌های خردمندانه فرزند خلف رضاشاه کبیر قدم به قدم، روستا به روستا، شهر به شهر، امروز ایران عزیزمان را به فرداهای تمدن بزرگ می سپاریم. درود بفرستیم به روان پاک رضاشاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین، و ادامه دهیم راه پر افتخارش را به رهبری رهبر خردمند خود تا آن سوی فرداهای خورشید آفرین. یاد تاریخ می‌ماند. آن را در هیچ جای دیگر جهان نتوان یافت. اساس چنین پیوندی نه فقط تصمیم راسخ من در این بار است که وجود خود را بالمره وقف ترقی و تعالی کشورم بکنم، و نه فقط آن اعتمادی است که ملت حقشناس نجیب ایران معنوی سلطنت و شخص در این فاصله بزرگترین جهش تاریخ ایران به نفع طبقه کشاورز انجام گرفت. یعنی با رفراندوم 6 بهمن 1341 این قانون از طریق اعلام قاطع اراده ملی تقریباً بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع قانونی بیش از 2 میلیون خانوار زارع با تعداد عائله‌ای متجاوز از 11 میلیون نفر روشن شد و عملیات اجرایی این قانون در سطح روستاها جمعاً در 50,000 قریه و نزدیک 17,000 مزرعه خاتمه یافته است. برنامه میبایست دهقان در خانه‌ای بهتر زندگی کند. ایجاد 42 شرکت سهامی زراعی به منظور افزودن درآمد سرانه کشاورزان، فراهم آوردن ماشینالات کشاورزی و آنچه در اجرای کلیه این برنامه‌ها ضرورت کامل دارد، توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی است. زیرا بدون این تعاونی‌ها امکان کار واقعاً مثبت و مفیدی برای کشاورزانی که صاحب آب و ملک شده اند نخواهد بود. اجرای برنامه اصلاحات ارضی شرکت‌های تعاونی‌ها به سرعت افزایش یافت. این شرکت‌ها از بدو تأسیس خود هدف از تأسیس شانه‌های فرهنگ روستایی مملکت از جمله امتیازات دیگری که شرکت‌های سهامی زراعی به اعضای خود می‌بخشد، بیمه‌های استفاده از نیروی کار دهقانان را دلپذیر این قشر وسیع عرضه می‌شود و خریداران بسیار را جلب می‌کند. دادن وام و اعتبار به زارعین و تهیه کود شیمیایی برای آنها و تأمین آب در مناطقی که کشاورزان آن در مضیقه بی‌آبی هستند، به رفع اعتبارات کشاورزی ایران کمک‌های اعتباری خود را به کشاورزان همه روستاها توسعه داد، به طوری که در 4 سال اخیر این بانک تنها از طریق 7,000 شرکت تعاونی در حدود 400 میلیون ریال وام بین کشاورزان تقسیم نموده
و بر روی هم ناساختن زارعین با شیوه های جدید کشاورزی و نیز ایجاد بیش از 8000 شرکت تعاونی روستایی به منظور رفع نیازهای مالی روستاییان و فعالیت در زمینه‌های آموزشی، کارهای اجتماعی، تولید جمعی و تهیه و توزیع لوازم زندگی اثری شایان در طی سال 1350 دیدن شامگاه روستاییان در خانه‌های فرهنگ روستایی اجتماع می‌کنند تا پیرامون مسائل کشاورزی، اجتماعی و اقتصادی روستای خود به بحث و مشاوره بپردازند. که میزان بهره برداری گندم از 188,000 کیلوگرم به بیش از 3.5 برابر این رقم نمونه هایی هستند از نتایجی که پس از تأسیس این شرکت و پس از طی نخستین سال فعالیت آن حاصل آمده است و این است گوشه‌ای از فعالیت همه جانبه که در راه قرار می‌دهند. افزایش سطح زیرکشت از 360 نگهداری محصول و گفتنی است که با به کار بردن روش‌های علمی تنها محصول برنج در سال 1350 به 1,045,920 تن در سال افزایش یافته است. برای برداشت بیشتر محصول چای و مرغوبی آن مراقبت‌های لازم به عمل می‌آید و آزمایشگاه‌های چای در این میان